میریم تو بخش کندلا. نمایش های مختلفی از کندلا وجود داره که یه بخشیش رایگانه مثل این و یه بخشیش هم باید شما بابتش پول بدی مثل این کندل که به شما همزمان حجم قیمتی و حرکت قیمتی رو بهت نشون میده که به صورت دیفالت و پیشفرض همیشه روی کندل. یه بخشیش هم رایگانه. یک سری از کندل های دیگه هم وجود داره مثل رنکو که در تایم فریم روزانه بهت نشون میده. اگه بیای تایم فریم های پایین تر بهت میگه شرمنده. شما برای استفاده از این موضوع باید حتما اکانتت رو ارتقا بدی که ما باز به کارمون فعلا نمیاد. اینا متناسب با نیازتونه. خیلی راحت میتونید بر اساس نیازتون آپشن های اضافی رو به اکانت تریدینگیتون اضافه کنی. بگذاریم.